سلام، با آموزش یک پیتزا باگت سریع که یک فینگر فود و یک غذای کامله خدمت شما. این مواد لازم: سوسیس یا کالباس، قارچ، پیازچه و فلفل رومی. مواد رو در یک ظرف خرد کنید، بریزید و مخلوط کنید. بعد از اون نوبت اضافه کردن پنیر پیتزا رو بریزید، اضافه کنید و بعد هم بزنید. بعد از اون تخم مرغ رو اضافه کنید. من برای این مقدار از 2 عدد تخم مرغ استفاده کردم. اگر مقدار غذای شما بیشتر بود، موادتون بیشتر بود، از تخم مرغ بیشتری استفاده کنید. تخم مرغ رو بریزید و حسابی هم بزنید. بعد از اینکه تخم مرغ رو هم زدید، ادویه های دلخواهتون رو استفاده کنید. من اینجا از پول بیبر، پودر سیر، پاپریکا و آویشن استفاده کردم. نمک هم بزنید و هر ادویه‌ای که دوست دارید میتونید ازش استفاده کنید. بعد از اون نون باگت هایی رو که وسطشون رو خالی کردیم در تابه بچینید و از این مواد قاشق به قاشق در داخل این نون باگت ها قرار بدید. بعد از اون بذارید روی گاز، مقدار کره بریزید و اجازه بدید که یک